علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشه. در اینجا میخوام یک نماد پیچینی آسون تیار کنم. در اینجا 350 گرم اردای و 120 گرم مسکای بازی کروشکا تیار میکنیم. نمیخواد تیار شد کروشکای ما دوستان عزیز. مسکای اردا نمیخواد کردیم. بازی دیگر محصولات را میندازیم. 2 قاشق شکر میندازیم، 2 قاشق کلام. خوش رو یک جا میکنیم. یک دانه زردی تخم میندازیم. یک دانه زردی تخم انداختم. 4 قاشق کلام سمیتانه میندازیم. یک قاشقچه از ریختیل میندازیم. نیم قاشقچه کمتر کرکومه نداشته باشه هیچ کم نداره، اختیاریه. بازی باشه همه محصولات را یک جا میکنیم. رسول الأنام بحبك صرنا كمثل الحمام لحيك طرنا رسول السلام بدربك سرنا ودرب الحبيب حبيب حبيب فأنت الحبيب. نمیخواد دوستان عزیز خمیر ما تیار شد. رسیپه فراموش نکنیم که 4 قاشق سمیتانه 350 گرم ارد نمیخواد خوش رو میامده. خمیر ما نه سخت میشه نه ملایم. حاضر خمیر ما در یک پاکت میگیرم، در خلادنی میمونه 50 منوت دم میگیره. خمیر ما دم میگیرید. لمن يا حبيب تحن القلوب وتهفو العقول لمن يا حبيب ومن ذا سباها فصارت مناها تحن اشتياقا تنوب تذوب لمن يا حبيب المعاني الجميلة تصاغ وتهدى القوافي الكحيلة فنشدو وتجدو طيور الخميلة نجا واشتياق فأنت الحبيب فأنت الحبيب لمن يا حبيب تحن القلوب وتهفو العقول لمن يا حبيب ومن ذا سباها فصارت هناها تحن اشتياقا تنوب تذوب ومليار روح بحبك تسعد ومليار قلب يقول محمد فهم يشهدون وقلبي يشهد بأنك أنت الرسول الحبيب فأنت الحبيب. أنا مثل همه شكل لك هذا الشيء نكر نسيبوشه تنبنيكي. فصارت مناها تحن اشتياقا تنوب تذوب رسول الأنام بحبك صرنا كمثل الحمام نمخل كان طرف بعد شكلها مني بدربك سرنا ودرب الحبيب حبيب حبيب فأنت الحبيب.
الان خیلی پیچینا را پیچاندیم، دخوفکده میمونه. این هم خیلی دوستان عزیز پیچینه ما هم تیار شد. سخن پودره کردم. راستی پیچینه چند بار در کانال های دخترها دیدم. هم خیلی آرزو داشتم که هم خیلی پیچین کنم. دوستان عزیز قریب یک هفته میشه که ما او نداره. خیلی در خونه ممی در کوارتیرم که بودیم اوی گرم نداشتیم، فقط اوی خنک می اومده. مثال برای پسودشویی، برای لاق پرشویی اوی اوگر کرده میشدیم. اوزی باشه چخلی که در ویدیوی پیشینه گفته بودم اینمی کوچه بالا کندن سر کردن، توربوی نو شیناندن. خیلی اسفالت با این طرف کتی کوچه های انم خیلی ساز کرده رفته استیان. ممکن همی بگه اوی مورم سرتیان در اینجا باشه. انم خیلی خانه های زمینی ده امروز او سر دادن. ای خانی خالم او برده استم. کودکی مایده لاق پرشویی داره و پس سودشویی چخیل قینه با می او پوگر کرده میشوی. اینم خیلی دوستان عزیز و در به حد قینه. من نمیدونم که مثال ای پیش چخیل میشه باشه زمستان ده هم خیلی او مردن گیره قین میشه. برای مثال اوی نمیای جمعه شوی، اوی نمیای وای کنی یا کار دیگه تکنی، خیلی او کشی به حد قینه. هم خیلی نو همسایه گفتن که زمستان ده گاه نگاه او را میکشن. خالمشون هم خیلی علف زدگیان، پوشانده موندگیان. پلتکه در بالاش به حد گاو ملخش رو میخوره. همی علفه که میزنی هر نمود علفه مولا مونده. ما میزدیم درزه نیاره بیدین چه خیلی پوشانده موندگیان و هر نمود علف هسته. 4 بشکه او بردم ده تای دیگه میبرم و همین تمام به فرای بد میشید دیم اتاج او بکش. وینوات شوهرم که هر روز آمدنش در کار 2 بشکه 3 بشکه او میوردم. بشکه را برده بودم که او میارم ایادشون برامده. سهر خالم زنگ زد که بیاین او برین. گفتم بشکه را به بردگیه هزی اوسا او میاره میایه خالی میایه ایادش میبره او برای میاد 2 بشکه آوردیم. دوستان عزیز بی حنیفه را دختر آورده بودیم و باید انالیز بریم. علیکه بی حنیفه را اتویت انالیز اینکی داره. اتویت انالیز بگیریم پیش برش بگیریم. من بیزه پیس اومدگیم راستی زنگ زد جای خالی نیست نبود که زپیس کنیم. همه خیلی پراموی اومدم بازی کسی اومده سه باز زپیس اومده سه نمیدونم که چی کمک کنیم. انالیزهای بی حنیفه همش تازه خش رو برامد. همه این 7 ماه شدسته من همگی دوبار انالیز بردگیم. فقط تازه میبره شکر خدا. یگان جا حکش گفتی یا پاکی یگان یا خونش یا پیشوش یگان پرابلم نمیبره. بعد دوستان عزیز همی جشته ما حیران شدیم که مثال در پیش دختر وقتی ورچ میگی خیلی کودک یا بار بی نمیدونم چیه خیلی گب میزنی خیلی با ورچ گفته که چی میتیشه. ورچ بگیم که روز که نیستم خیلی کتگی کردن میگیره در پیش اروسا. اگر که همی گپا را در یگان اروس بزنه که اروس نگاه چی کارشون میکنه. گفتم کودک در چی میتیم؟ گفتم شیر میتیم، کشه میتیم، چیزی باشه میخوره. کودک ساز نگاه نمیکنی. هر هفته ما دکتر قشلاده زنگ میزنم رفته شما را پراویر که میکنه. اینمی هر گپ گفته استایده نمیدونم چی باید خیلی گفته.
بگم که چند باره که ما بردگی من خیلی قوقش اندختگی و میگفتگی ها که ما او قرضدار باشم میقدر فقط به نصره نگاه میکنه نمیگه که بیا گودا که ما بینم خیلی گپا نیستیده بعد نشاتی همی پریریف کشم ده همی دختوری نمی قشلاق میبرم نمیدونم همی بگم که همزبان خچون نیستیم برای همی هم خیلی میکنن میبرم یکی تمپراتور شبینه خیلی هفته دیگه بیا میبرم شب با هفته دیگه روز پنجشنبه بیا با اینم خیلی کردم من ماه اوگوست باشم خیلی پریفکای کودک کردگی نبودم دینه با هم دختور بودم ده هم دختور کردم و گفتم چی به دختور قشلاق نمیکنه گفتم محقول نیستم من میفرم ده همی رایون بیام بکنم و کارتشکای کودک گرفتن من همی ورش ده حیران شدم که کودک سازنگون نمیکنی کودک مقصد میویان میگیرن ای دستت اینم خیلی گپا گفته است من همین حیران شدم که چی به خیلی گپا میگفته باشن اینم خیلی دوستان عزیز نمیدونم خیلی که ما موزی راهکی نیستیم وطنو تا پاسپورتمون نگیریم راهکی نیستیم پاسپورتمون بگیریم میریم نمیدونیم اومدنمون انیق هست نیسته تا او وقت خداوند خودش پادشاه گپ پیشینه را گفتی گپا که آیندهمون چی میشه چی نمیشه گپ زدن در کار نیسته خیلی تا او وقت را چی گپ میشه نمیشه نمیدونم اینم خیلی دوستان عزیز هزار رحمت کلان که ویدیوی ما را تماشا میکنین لایک و کامنتاریاتون دریغ نمیدارین از همه شما خواهش میکنم که ویدیوی ما را تماشا کنین به حد بگیم ویدیوی پیشین پرسموترش کم پدیلیت کنین تا ویدیو آینده در پناه الله مهربان باشین خیلی دوستان عزیز باز تاریکی و بر یادم رسید چشم‌های مهربانی مادرم دورم از او تا که باشم دستگیر